هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. اولا محضر همه شما بزرگواران، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزان، به توفیق پروردگار عالم من و شما تقریبا 2 دهه ماه مبارک رمضان را گذراندیم. اگر الله سبحانه و تعالی توفیق دهد برای ما وارد دهه اخیر ماه پرفیض رمضان قرار خواهیم گرفت که دهه اخیر ماه مبارک رمضان دهه عتق من النیران، یعنی خلاصی از جهنم پروردگار عالم است. بنابراین در این دهه اخیر تلاش کنیم خواهر و برادر، پیر و جوان، تا عتق من النیران، خلاصی از جهنم پروردگار عالم را به دست بیاریم. سند خلاصی جهنم الله سبحانه و تعالی را در دهه اخیر به دست بیاریم. و در این دهه اخیر شب وجود دارد، شب مبارک، شب میمون و شب خجسته به نام شب قدر. قدر شب قدر را هم بدانیم و تلاش باید کرد تا قدر خود را در شب قدر با قدرمندتر بگردانیم. بنابراین بحث ما و شما پیرامون سوره مبارکه قدر هست، یا به اصطلاح عوام سوره انا انزلناه فی لیلة القدر هست. یکی از سوره های قرآن هست. الله سبحانه و تعالی این سوره را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل کرده است. سوره مبارک، سوره خیلی با ارزش، همه سوره های قرآن با ارزش هست، ولی این سوره هم پیام ها دارد، این سوره هم نکته ها دارد و این سوره را باید همیشه ورد زبان داشته باشیم. سوره مبارکه قدر، این سوره دارای 33 کلمه هست. سوره مبارکه قدر دارای 33 کلمه هست و دارای 112 حرف می باشد. بنابراین فضیلت این سوره مبارکه بنا به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هر حرف الله سبحانه و تعالی 10 حسنه می دهد. وقتی ما و شما سوره قدر را تلاوت کنیم، 112 حرف را تلاوت کنیم، 112 ضرب در 10 می شود به 1120 حسنه. چقدر فضیلت بزرگ! سوره مبارکه قدر به اندازه شاید نیم دقیقه وقت را هم در بر نگیرد. الله سبحانه و تعالی به اندازه 1120 حسنه برای کسی که تلاوت می کند، کسی که می خواند، برای او عطا می فرماید. این فضیلت سوره مبارکه قدر هست.
شأن نزول سوره مبارکه قدر، شأن نزولش چنین هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به محضر اصحاب قرار داشتند، به سخن از گذشتگان به میان آمد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از یک زاهد و از یک عابد و از یک انسانی که در امتیان پیشین 80 سال عبادت کرد، 80 سال در قیام بود، شب و در روز هم جهاد می کرد. این موضوع را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای اصحاب بیان می کند که شخص در زمانهای گذشته 80 سال شب در قیام و روز در جهاد بود. وقتی این را اصحاب می شنوند کمی مایوس می شوند که پروردگارا عمر امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ممکن خیلی کم باشد. 70 سال خیلی که انسان عمر کند، 80 سال 75 سال به همین اندازه، ولی او انسان عابد 80 سال الله سبحانه و تعالی شب در قیام و روز در جهاد بوده است. ای الله کاش چنین عبادت برای ما میسر میشد، ما هم میتوانستیم چنین اندازه عبادت نماییم. الله سبحانه و تعالی جبرائیل امین میفرستد با سوره مبارکه قدر و این سوره بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شود. اصحاب چی تقاضا می کنند؟ 80 سال عمر بده ای الله که 80 سال تو را عبادت کنیم. خدا میگه من یک شب میدهم که یک شب به اندازه 80 سال می شود. این ثواب و این مقام و این جایگاه و بالاخره این فضایل سوره قدر هست و این همه مقام شب قدر هست. سروران عزیز، تو یک شب به در الله میایی، یک شب الله سبحانه و تعالی را پرستش میکنی، خدای تبارک و تعالی ثوابش را بیش از اندازه عمرت ثواب میدهد. این ثواب کمی نیست عزیزان من. بنابراین سوره مبارکه قدر، سوره مبارکه ان انزلنا، یک سوره مبارک هست و سوره بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شود. ان انزلناه فی لیلة القدر، با آیات ابتدایی مبارک فضیلت این سوره و فضیلت شب قدر بیان می شود. ان انزلناه فی لیلة القدر، ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. این شب قدر چقدر مبارک هست، چقدر میمون هست. الله سبحانه و تعالی در این شب قدر کلام با قدر خود را توسط ملک با قدر بر پیامبر با قدر به خاطر هدایت امت با قدر نازل می کند. در ماه با قدر، در شب با قدر، به خاطر که امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با قدر شوند، به توسط شب قدر قدرمند شوند. بنابراین این جایگاه شب قدر هست. الله سبحانه و تعالی کلام خود را، قرآن را در شب قدر نازل می نماید. این فضیلت شب قدر، جایگاه شب قدر به برکت نزول قرآن در شب قدر هست. ان انزلناه، این قرآن را ما نازل کردیم. قرآن به دستور ما، قرآن خلاصه به دستور من الله سبحانه و تعالی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب قدر نازل شده است. شب قدر، قدر چی معنایی دارد؟ قدر چی مفهومی را میرساند؟ و قدر چی مفهومی دارد؟ بنابراین حضرات مفسرین رحمهم الله تعالی پیرامون معنای قدر، چون وقتی ما میگیم شب قدر باید قدر را بشناسیم و بدانیم قدر چی معنایی دارد. بزرگواران قدر را ترجمه های مختلف و تفاسیر مختلفی بیان کردند. یکی از معناهای قدر به معنای ارزش، شرف، مقام، جایگاه، برتری، فضیلت، این را ترجمه قدر بیان کردند.
ولی حالا چرا شب قدر به اینا مسما شده است؟ مفسرین بیان میکنن هر انسان بی قدر و هر انسان بی ارزش و هر انسانی که بالاخره بی ارزش بوده، گناه و معصیت کرده، ولی امشب به در الله آمده، این شب او را با قدر میگرداند. انسان بی ارزش توسط شب قدر با ارزش می شود. یک انسان عمر خود را گناه کرده، معصیت کرده، جرم کرده، خواهر ندانسته، بی‌حجاب بوده، داخل کوچه و بازار بی‌حجاب گشته و بالاخره عطر و موارد دیگری استفاده کرده، ولی امروز در این شب قدر پشیمان شده. خواهر توسط بی‌حجابی خود را بی‌قدر کرده، خود را بی ارزش کرده، خود را به نزد الله سبحانه و تعالی غیر محبوب قرار داده. جوان این همه گناه و معصیت را انجام داده، بی قدر شده، بی ارزش شده. شب قدر میگه بیا که من قدر تو را با ارزش میگردانم. من قدر آمدم خواهر مسلمان ارزش و مقام تو را بلند ببرم. من قدر آمدم جوان مسلمان ارزش تو را بیش از بیش بگردانم، بیش از پیش بگردانم. من قدر آمدم پدر بزرگوار بیا که مقام تو را که بلند است بلندتر نمایم. این سوره قدر پیام قدر هست. شب قدر چنین میگوید انا انزلناه فی لیلة القدر، این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. شبی که ارزشمند هست، شبی که گران قدر هست، شبی که گران بها هست، شبی که ارزشش خیلی زیاد هست. بنابراین سروران عزیز بزرگوار این قرآن در شب قدر نازل شد. ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. این شب قدر هر کس در نمییابد. الله سبحانه و تعالی بندگان خود را گلچین میکند. آنانی که عتق من النیران هستند، آنانی که از جهنم پروردگار عالم خلاص هستند، آنانی که به نزد الله سبحانه و تعالی محبوبیت و قرب دارند، آنانی که مقامشان به نزد پروردگار عالم بلند هست. الله سبحانه و تعالی توفیق میدهد برایشان که این شب قدر را احیا کنند با عبادت و با ذکر و با طاعت و با دعا به نزد الله سبحانه و تعالی. بندگان خود را گلچین می کند. رسول مبارک اسلام صلی الله علیه و سلم چی دعا می کردن؟ هنگامی که ماه شعبان می آمد رسول اکرم علیه السلام دعا می کردن اللهم بلغنا رمضان، ای الله ما را به رمضان برسان. وقت رمضان می آمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا می کردن ای الله شب قدر را نصیب ما بگردان. چنین شب قدر نصیب هر انسان نمی شود. این شب قدر نصیب انسانهای با قدر می شود، انسانهای با ارزش، انسانهایی که به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش دارند. خدای تبارک و تعالی توفیق میدهد برایشان که این شب مبارک قدر را احیا کنند، زنده کنند با عبادت و با طاعت و با عبادت و با دعا به درگاه الله سبحانه و تعالی. بنان ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. ای پیامبر تو چی میدانی شب قدر چگونه شبی هست؟ ای پیامبر عظمت شب قدر از خیال و فکر و تصور توی پیامبر بالا هست. این شب قدر را ما میدانیم، فضیلت این شب قدر را الله میداند، رحمتی که در این شب میبارد بر سر بندگان خدا میداند. این شب قدر ای پیامبر تو پیامبری، تو خیلی گران قدری، تو خیلی گران خلاصه با ارزشی، ولی جایگاه شب قدر از خیال توی پیامبر بالاتر هست. این را الله میداند، این را خدای تبارک و تعالی میداند چقدر این شب ثواب دارد، چقدر این شب برکت دارد، چقدر در این شب رحمت پروردگار عالم بر سر بندگان میبارد. از خیال پیامبر برتر هست، بالا هست، از خیال ما که بالکل بالا هست. ما نمیتوانیم ثواب شب قدر را درست و صحیح در بیابیم. این از فوق و از تصور ما خیلی بالا هست. الله سبحانه و تعالی این شب قدر را
برای من و شما عزیزان به عنوان هبه و بخشش عطا کرده است. سروران عزیز بزرگوار، ان انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. چی میدانی لیلة القدر چیست؟ ثواب لیلة القدر تو چی میدانی؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله اکبر. شب قدر ثوابش بهترتر و بیشترتر از 1000 ماه است. بیشترتر از 1000 ماه. حالا 1000 ماه محاسبه کنیم میشود 83 سال و 4 ماه، تقریبا 84 سال. این شب قدر بیشتر از 84 سال عبادت فضیلت دارد. حالا الله سبحانه و تعالی میگه بیش از 84 سال چند سال هست؟ میلیون. الله سبحانه و تعالی میفرماید که لیلة القدر ثوابش بیش از 84 سال هست. خیر من 1000 شهر. 1000 ماه 84 سال می شود، ولی شب قدر بیش از 1000 ماه است. میلیون ماه است، میلیارد ماه است، 1000 میلیارد ماه است. الله سبحانه و تعالی می داند، این کسی نمی داند. ثواب شب قدر آنقدر زیاده که از فکر پیامبر بالاتر هست. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. ای جوان، ای خواهر، ای برادر، در شب قدر بلند می شوی، به در الله سبحانه و تعالی می روی، دستهای خود را به حضور الله بلند می کنی، نماز و طاعت و عبادت و ذکر به درگاه الله سبحانه و تعالی داری. ثواب ایرا تو چی می دانی چه قدر هست؟ ثواب ایرا هیچ کس نمی داند. خیر، این شب قدر بیشترتر از 1000 ماه است. خدا بهتر می داند. 10,000 ماه است، میلیارد ماه است، میلیون ماه است، هزارها بالاخره میلیارد ماه است. این خود پروردگار عالم می داند. این ثواب شب قدر هست. سروران عزیز و بزرگوار، چقدر الله سبحانه و تعالی برای امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عزت داده. امتیان گذشته 84 سال عبادت می کردن، 84 سال زحمت می کشیدن، 84 سال اشک می ریختندن، 84 سال قیام می کردن، 84 سال جهاد می کردن. تو با یک شب 84 سال را به دست میاری. تو با یک شب به در خدا میایی. خدای تبارک و تعالی چنین مقامی برای تو میدهد. ای جوان گران قدر، ای خواهر گران قدر، ای پدر گران قدر، قدر شب قدر را بدان که گران قدر تر شوی. این شب قدر انسانهای بی قدر را با قدر می کند. ای کسی که تو با قدری، تو با ارزشی، تو را چقدر با قدر می سازد. انسان 1000 ماه گناه و معصیت انجام داده، سالها در گناه و معصیت بوده. این شب قدر او انسان بی قدر، اون خواهر بی قدر، اون پدر بی قدر را با قدر می گرداند. تو جوان با قدر، تو خواهر با قدر، تو پدر با قدر، تو را پروردگار عالم در این شب چقدر قدر و منزلت می دهد. صحرای محشر که می شود، امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید. چند سال عمر کردی؟ 40 سال. از امتیان گذشته هم می آید. چند سال عمر کردی؟ 80 سال در عبادت پروردگار عالم بودم. ای ملائکه بسنجم اعمال این امت محمد رسول الله و اون شخص در امتیان گذشته بوده است. سنجیدی می شود، ناگه امت ثواب این امت بیش از اندازه امت دیگران می شود. آن انسان میگه ای پروردگار، 80 سال عبادت کردم، 80 سال به در تو آمدم، 80 سال گریه کردم، 80 سال جهاد کردم، 80 سال قیام کردم. این یک شب قیام کرده. این امت کیه؟ این امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اون انسان میگه ای الله، من 80 سال عبادت کردم، این 40 سال عبادت کرده. من 80 سال جهاد کردم، 80 سال قیام کردم. چرا ثواب او از من بالاتر باشد؟ الله سبحانه و تعالی میگوید یک شب قدر بر امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دادیم که یک شب قدر امت محمد رسول الله بالاتر از 80 سال عبادت توی زاهد بوده است.
این مقام کمی نیست عزیزان من. این به برکت وجود نازنین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. یک شب به در خدا بیا، یک شب در الله سبحانه و تعالی بکوب خواهر مسلمان تا پروردگار عالم چنین مقامی برای تو بدهد. قدر و منزلت و جایگاه تو را ای خواهر و ای برادر مسلمان در شب قدر بالا میبرد. بنابراین سروران عزیز و بزرگوار، لیلة القدر خیر من الف شهر. اجماعا صلوات بلند. بزرگواران شب قدر مانند یوسف میدانند و شب قدر تشبیه میکنن به حضرت یوسف علیه السلام. خیلی نکته عرفانی هست، این به اهل دل میدانند، این به عرفا و بزرگان و اولیای خدا میداند. شب قدر تشبیه به حضرت یوسف علیه السلام. پدر حضرت یوسف حضرت یعقوب به فراق یوسف می سوزد و می گوید اینی لاجد ریح یوسف، من بوی یوسف را استشمام می کنم، بوی یوسف به مشام من می رسد، من از فراق یوسف می سوزم. ولی برادران یوسف می گوید اقتلوا یوسف را بکشیم.